بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک به عون الله سبحانه و تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله سبب‌های نجات امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. آخران باری که ما و شما از این سخنهای پربرکات شیخ خوانده گذاشتیم. این همان حدیثی بود که از حذیفه ابن الیمانی رضی الله عنه روایت کرده شده است که مردم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عادتا خیر میپرسیدند، من باشم از شر میپرسیدم، به خاطر اینکه اگر همین روزی شر یا که بگویم همین حادثه های بد به سر من آید و من در حیات باشم چیکار کنم، چی راهی خلاصی است؟ گفته به خاطر همین شده، از همین روزها من ترسیده سوال میکردم. گفت مهم خواندیم که بارک الله فیکم خیلی سخنهای یعنی عجیب ذکر شده است در حدیث. نعم، برای خاطر بابا پره شنیدن باید که به همون درسی گذشته مراجعت کنه. بارک الله فیکم این درس ها واقعا درس هایی هستن که باید که تکرار به تکرار گوش کرده شود. اختصارا گویم یکی از سبب های نجات امت این تقوای الله حق سبحانه و تعالی است. دیگر شنیدن و اطاعت کردن راهبر مسلمان است. بارک الله فیکم. امروز باشد شیخ می‌فرماید که كذلك من اسباب النجاة التمسك بعقیدة التوحید. این هم خیلی هم مهم و ضرور است. بارک الله فیکم. همچنین دیگر از سبب‌های نجات یعنی سبب‌های نجات امت این به عقیده توحید چنگ زدن است که امروز مردم بارک الله فیکم نسبت عقیده توحید خیلی هم به اهمیت و بی‌پروا و افراد الله جل و علا بالعباده و الله را در عبادت یکتا عبادت کردن. این است یعنی که نجات امت. خب و تجنب الشرك الاکبر والاصغر و دیگر سبب نجات امت این از شرک اکبر و از شرک اصغر اجتناب و دور شدن است. فهمیدید؟ هذا هو اصل العقیده. اصل عقیده اساسا همین است. عقیده گفته ما و شما مسلمان ها همین را میدانیم، یعنی توحید الله و توحید الله شناس شدن و آن را در حیات تطبیق کردن و با شرک اکبر و اصغر شناس شدن و واقعا از شرک اکبر و اصغر دور شدن و تلاش آن را کردن که چی کنیم که ما در شرک اکبر و اصغر نافتیم. گفته این است یعنی که اصل عقیده. بارک الله فیکم. و هذا اصل النجات من النار لمن تمسك به. اصل از دوزخ نجات یافتن و خلاص شدن از دوزخ اصل و اساس همین است. برای کی؟ نه برای همه، برای کسی که به این اصل چنگ زدگی باشد، در کسی که این اصل هسته. بارک الله فیکم. نعم. خب الله سبحانه و تعالی در این مورد در آیت 82 از سوره الانعام فرموده است الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان خود را به شرک آمیخته نکردند، نیم مسلمان و نیم مشرک. نگاه اولئک لهم الامن،
امن و تینجی و آسایشتگی برای همینو است. اینها یگان خوف و خطر نه در این دنیا دارن نه در آخرت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایمانشان از شرک تازه است، زیرا که در اینجا ظلم به معنای شرک است. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. امن و امنیت، امن و امنیت، تنجی و آسایشتگی، به خوف و خطر نصیب چنین اشخاص می باشند. و هم مهتدون، راه یافتگانی واقعی همین ها هستند. اما اون کسانی که دعوا میکنند که ما راه یافتگان هستیم و میبینید که ایمان و شرک و بدعت و خرافات آلوده هستند، این خطا کردن. و معنی آمنو، معنایی که شیخ میفرماد که در این آیت آمده است که آمنو گفته است الایمان و التوحید، ایمان در اینجا توحید است. و یکونو بعبادت الله، این توحید کدام وقت عملی می شود؟ این به عبادت الله عز و جل می شود و ترک عبادت ما سواه و به ترک عبادت غیر الله می شود. باید که تو کلن یعنی که از عبادت غیر الله دست کشید، دور شوید، نزدیک نشوید. نعم. و قوله ولم یلبسوا ایمانهم، انا من کسانی که ایمان آوردن یعنی موحد شدن و تلاش و کوشش کردن که ایمانشان را به یگان نمود ظلم آمیخته نکردن، ارلش نکردن. یعنی لم یخلطوا توحیدهم بظلم ای بشرک، توحیدشان را به ظلم یعنی به شرک آمیخته نکردن. فهمیدید؟ چرا؟ لأن الشرك اذا خالط التوحید افسده، زیرا شرک چون به توحید آمیخته شود توحید ویران میکند. فهمیدید؟ تأثیر شرک بارک الله فیکم خیلی هم تأثیر کلان است، نجس است، پلید است بارک الله فیکم. طبیعت یگان کس نمیکشد اگر یک قطره شاشه، یک قطره نجاست اگر در درون یگان شیر پاک افتاد دل انسان نمیکشد. فهمیدید؟ بس شما چی میگوید که از شیر هم با لذت‌تر و با مزه‌تر این توحید است بارک الله فیکم. بس این شرک که از نجس هم بدتر است بارک الله فیکم، بس به توحید آمیخته شود، بس این چی توحید می شود؟ فلا يستقيم التوحید مع وجود الشرك ابدا، هیچ وقت یعنی توحید کس درست نمی شود، قائم نمی شود و توحید راست نیست و راستین هم نیست در برابر بودن شرک ابدا. که یک شخص میگوید که من موحدم، در برابر وی قبر پرستی میکند. من موحدم میگوید از پشت تومار و تشتاب و سحر و جاده میگردد. فهمیدید؟ ضدان لا یجتمعان، این دو ضد یکدیگر هیچ وقت یک جای نمیشوند. آب و آتش یک جای میشوند؟ هرگز نه. فلا یجتمع توحید و شرک اکبر، یعنی توحید و شرک اکبر هر دو یک جای نمیشوند. فهمیدید؟ اما الاصغر فيمكن ان يجتمع مع الايمان، اما شرک اصغر باشد ممکن است که همراه ایمان، یعنی که همراه اصل ایمان، یعنی که یک جای شدنش ممکن، این هم با موافق به همون یعنی که اعتقاد و با یعنی که رفتار و کردار شخص. فالظلم هنا هو الشرك، ظلمی که در این آیت ذکر می شود این چی است بارک الله فیکم؟ این شرک است. كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خیلی که اینا خودی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی که ظلم شرک است گفته تفسیر کرده است. کدام وقت تفسیر اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت؟ لما اشکلت هذه الآیه على الصحابه، وقتی که این آیت که حالا قرائت کرده شد نازل شد، الله سبحانه و تعالی گفت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یعنی آن کسانی که ایمان آوردند
و ایمانشون به ظلم یعنی که آمیخته نکردن، برای اینها است امن و امنیت و تینجو و آسایشتگی در این دنیا آخرت و اینها هستند، نه غیر اینها راه یافتگان. این آیت که نازل شد کلمه ظلم را که شنیدن، این آیت به سر صحابگان خیلی وزنین افتاد، مشکل شد و قال گفتن یا رسول الله اینا لم یظلم نفسه، گفتن ای پیغمبری الله کدامی ما در جان خودش ظلم نکرده باشد؟ می همین ما یعنی که به مقدار کم و زیاده در حق خود، در حق زن و فرزند خود ظلم کرده هستیم. الله سبحانه و تعالی این طور گفته ایستاده است قال انه لیس بالذی تعنون. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت که در این آیت اون ظلمی نیست که آن را که شما در نظر دارید. انه الشرک، این یعنی که شرک را در نظر داشته می شود. الم تسمعوا قول العبد الصالح، مگر شما نشنیده اید به سخن بنده صالحی که در سوره لقمان آمده است که خود لقمان گفت که یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندی من، ای فرزندی من، لا تشرک بالله، با الله شرک میار، ان الشرک لظلم عظیم، چون که شرک این خیلی هم ظلم بزرگ است. دیدید بارک الله فیکم اساسا معنای ظلم چیست؟ بارک الله فیکم یک چیز در جای خودش جابجا نکردن ظلم میگویند. بارک الله فیکم حق یک کس برای دیگر کس داده، شما در حق وی چیکار کردید؟ ظلم کردید. در حق وی چیکار کردید؟ ظلم کردید. بس از این ظلم با ظلم سخت‌تر کدام است که وقتی که کس حق الله را عبادت برای غیر الله صرف میکند. بارک الله فیکم از غیر الله، از جادوگرها، از بعض ملاهای احمق فرزند میطلبد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نه، فالمراد بالظلم في هذه الآية الشرك، مراد از ظلم که در این آیت آمده است این شرک است. فمن سلم من الشرك یا که سلم حصل له الامان في الدنيا والآخرة، کسی که از این شرک تیج ماند، خلاص شدگی باشد، برای چنین کس نصیبه است تینجی و امانی در دنیا و آخرت. و حصلت له الهدایه، هدایت برای این نصیبه دار می شود، بأن یکون علی الحق، یعنی در حق همین کس می باشد، همین کس در حق می باشد. و قال سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره نور در آیت 55 خبر می دهد. باید که نسبتی این آیت بیشتر و بیشتر ما و شما اهمیت دیم و خصوصا حزبی ها، خصوصا حزبی ها. بارک الله فیکم. الله می فرماید که وعد الله الذین آمنوا منکم، از شما کسانی را که ایمان آورده اند الله وعده کرده است، و عملوا الصالحات، و پس از ایمان ایشان عملی صالح کردن، اینها را الله وعده کرده است که لا یستخلفنهم فی الارض، یعنی ایشان را در روی زمین خلیفه قرار خواهد داد که در روی زمین بمانند پادشاه ها تصرف میکنند. در روی زمین بمانند پادشاه ها یعنی که حیات بسر میگذرانند، آسوده، محتاج یهود، محتاج نصرانی نمیشوند، محتاج یعنی که رافضی های بدبخت نمیشوند. این وعده الله است. ای مؤمن ها، ای مؤمن هایی که عمل صالح کرده شدید، بس این کی میشود؟ کما استخلف الذين من قبلهم، چخلی که این زمین را در اختیار کسانی داد که پیش از اینها بودند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب او از جمله المهاجرین والانصار. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الله برایشان امکانیت میبخشد برای دینشان، یعنی دینداری میکنن، اون دین را دینداری میکنن که برایشان میپسندد. دینی پسندیده آن دین است که بارک الله فیکم چخیلی که از جانب الله آمده است، نه آلوده شرک و خرافات و دیگر بدبختی ها. فهمید؟ این دین الله سبحانه و تعالی برای این مؤمن هایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن الله وعده میدهد که این دین برایتون امکانیت میبخشم. ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و تمام ترس و هراسی که دارن
ترس و هراسشان را به امن و به تنجی آسودگی مبدل میکنم گفته وعده کرده است. خب برای خاطری الله سبحانه و تعالی این وعدش برای ما و شما عملی گرداند، چیکار کردن در کار؟ در آخر یک چیزی برای ما و شما تکلیف میکند، یک امر میفرماد که ظاهرا هیچ مشکلی نیست که مشکلی در خود بندگان است. بارک الله فیکم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من عبادت کنند و من یگان کس و یگان چیز شریک مقرر نکنند. این توحید است. بارک الله فیکم. این توحید است. این شناسایی به توحید و شناسایی به شرک است. بارک الله فیکم. شناسایی به توحید تا به توحید عمل کنیم و قدر این دانیم، فضلش دانیم، و شناسایی به شرک، خواه شرکی یعنی که کلام باشد، خواه خرد باشد، و تا اینکه از او اجتناب ورزیم. معلوم است که تمامی مشکلیه که امروز ما در سر خود داریم که در زمین خلیفه نیستیم. این دینه که ما دینداری میکنیم کلن پسندیدی الله نیست، در درنش آلوده شرک و خرافات و بدعت است. و این یعنی که امنیتی که همه آرزوی آنند هسته به عوض او خوف یعنی که جایگیر شده است. معلوم است که از کمبودی و نقصان خود امت است که امروز امت در عبادت چه کمبودی دارد، در توحید کمبودی دارد، در شرک کمبودی دارد، یعنی که چه شناسایی به شرک نیست. بهذا الشرط لا تحصل هذه المطالب العظيمة إلا بهذا الشرط. أنا الشرط همين بود اسمي يقول الشيخ، لا تحصل هذه المطالب العظيمة إلا بهذا الشرط. این مطلب های بزرگ، این آرزوهای بزرگ در زمین خلیفه شدن و در زمین به دین پسندیدی الله دینداری کردن و در زمین به خوف و ترس و هراس، یعنی که از این یعنی یهود و نصرانی ها به خوف و ترس و هراس زندگی گذارن، این مطلب هر یک مسلمان است. برای خاطر این عملی شود این شرط بود است. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من عبادت بکنم باید با من یگان کسی یگان چیز شریک مقرر نکنن. اذا حصل هذا الشرط، وقتی که این شرط عملی می شود، یعنی عبادت الله، عبادت الله، و ترک عبادت ما سواه، و ترک عبادت غیر الله عملی شود، حصلوا على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى. ایشان بدست می آورند این وعده گرامی را از جانب الله حق سبحانه وتعالى. یستخلفهم فی الارض، الله ایشان را در زمین خلیفه قرار خواهد داد. یمکن لهم دینهم، برایشان دینشان را امکانیت میدهد، ثابت میگردند، غالب میگردند. الذی ارتضى لهم، که در پهلوی او یگان دینداری کردن میتواند، یگان اصحاب دیگر دینداری کردن میتواند. در پهلوی یعنی مسجد کنیسه نمیشود. بارک الله فیکم. در پهلوی در جوار مسلمان یهودی نصرانی زندگی نمیکند. بارک الله فیکم. یا که رافضی که از یهود و نصرانی ها بدتر است. یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یعنی پس از خوفشان الله برایشان امنیت را عطا میبخشد. و هذه مقاصد عظیمه، واقعا این مقصدی خیلی بزرگ است. لا تحصل الا بالتوحید، این فقط به توحید یعنی که عملی می شود. و هو عبادت الله عز وجل جل وعلا. این مراد از توحید چیست؟ عبادت الله جل وعلا است، و ترک عبادت ما سواه، و ترک عبادت غیر الله است. و كذلك تجنب البدع، همچنین از بدعت ها دور شدن، دست کشیدن. لان البدع برید الشرك، زیرا که بدعت این پیک شرک است، این راه شرک است. کسی که نسبت بدعت بی‌پرواگی کند آهسته آهسته رفته در درون شرک، یعنی که می افتد. ولهذا قال صلی الله علیه و آله و سلم و ایاکم و محدثات الامور، و همین خاطر است که پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ایاکم و محدثات الامور، از کارهای نوآوری دست کشید. فان كل محدثه بدعه، چون که هر یعنی که چی کاری نوآوری بدعت است در دین، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت ضلالت است. و فی روایت و کل ضلالت فی النار، در دیگر روایت آمده است که هر یعنی که ضلالت در آتش است. فکما نتجنب الشرك نتجنب البدع، چخیلی که از شرک ما یک جانب میشویم، کنار میشویم، باید که از بدعت نیز چنین یک جانب بشویم.
یعنی که باید که ما فریفتی بعضی سخنهای ملاهای بی عقل بی فراست نشویم که در دین گویا که بدعت حسنه است. بعضی ملاهای بی فراست بی سواد میگویم فتجنب الشرك و افراد الله بالعباده هو معنى لا اله الا الله. از شرک یک جانبه شدن، الله را در عبادت یکتا دانستن، این معنای لا اله الا الله است. و معنی محمد رسول الله ترک البدع، معنای محمد رسول الله چی میشد؟ این ترک بدعت است. چه خیلی تو محمد رسول الله میگویی کار را در دین میکنی که محمد صلی الله علیه و سلم نکرده است، شرم نداری. لان الرسول هو الذي جاءنا ببيان الحق والدين، چون که همون پیغمبر است، کسی که حق بیان کرده آورده است، دین را بیان روشنی کرده است و آورده است. فنحن نعبد الله على طریقه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ما الله را عبادت میکنیم به همون طرز، به همون راهی که الرسول صلی الله علیه و سلم آورده است. فهو ما ترك شيئا خيرا الا بينه لنا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یون خیر نیست که وی را برای ما بیان روشنی نانداخته رفتگی باشد. و ما ترک شرا الا بینه لنا علیه الصلاة والسلام. و یگان شر نیست که وی را برای ما روشنی و یعنی که بیان نکرده رفته باشد، الا که گفته است که این شر است. فهذا من اعظم اسباب نجات الامه. این است بارک الله فیکم شیخ میفرماد که از همه بزرگترین سبب های نجات امت تمسکها بالعقیده. امت اون وقت نجات می‌یابد که وقتی که به عقیده سالم چنگ بزند، منهجش درست کند. تمسکها بالتوحید، به توحید چنگ بزند. تجنبها للشرک، از شرک کنار شود، دور شود، گریزد. تجنبها للبدع والمحدثات، از بدعت و خرافات ها وقتی که امت دور شود. فاصل الاسباب المنجیه من الفتن هو التوحید. اصلی اساسی سبب هایی که برای انسان، برای امت یعنی که نجات می بخشد از فتنه های ظاهری و باطنی، این توحید است. و تجنب الشرك والبدع والمحدثات في الدين، و کنار و یک جانبه شدن است از تمام انواع شرک و بدعت و خرافات ها در دین. از الله سبحانه و تعالی برای ما و شما یعنی که توفیق دادن را به یعنی که توفیقی گویم که با یعنی که توحید و برای ما و شما توفیق بخشد که ما شرک دانیم، شرک کلان کدام است و شرک میده کدام است، تا اینکه ما و شما یعنی که از او با حذر و با احتیاط باشیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.